آقا شراب و عرق گرفتم از برنج نگم براتون، یعنی طعم مزه که خیلی خوب در اومده، مخصوصا عرقش اصلا یه بو و مزه برنجی میده که برگ ریزون. شرابش هم که رنگ و لعابش رو میبینید دیگه، خیلی خوشمزه شده. جاتون خالی خلاصه. حالا اگه دوست دارید بدونید که من چطور این شراب و عرق برنج رو درست کردم، حتما بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو کلیپ همراه من باشید. درود آقا، خیلی خوش اومدید به فرائل و امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. خیلی خوشحالم امروز در خدمتتون هستم و قراره با هم دیگه عرق برنج درست کنیم. برای درست کردن این محصول به 2 کیلو برنج احتیاج داریم. فرق نمیکنه مدل برنجتون چی باشه، مرغوب باشه یا درجه 3 باشه، هرچی که گیرتون اومد و ارزون بود بگیرید و استفاده کنید. به غیر از برنج نیم کیلو مالت جو پیلسنر داریم. به این دلیل مدلش پیلسنر هستش که پیلسنر بیشترین آنزیم رو داخلش داره و میتونیم ما به راحتی این برنج رو نشاستش رو بشکنیم و تبدیل به قند قابل تخمیر بکنیم. به علاوه این 500 گرم مالت برای تبدیل نشاسته برنج به قند قابل تخمیر ما به 2 تا آنزیم هم احتیاج داریم، آنزیم آلفا آمیلاز و گلوکوآمیلاز که این آلفا آمیلاز کمک میکنه نشاسته بشکنه و این گلوکوآمیلاز کمک میکنه تا دکسترین تولید شده در زمان مشینگ تبدیل به قند قابل تخمیر و گلوکوز بشه. حتما این 2 تا آنزیم رو تهیه کنید و استفاده کنید تا کارتون کاملا بازدهش بره بالا. و همچنین اگر روی میز ببینید برای تنظیم عدد pH ملات اولیه‌مون تا اینکه بتونیم مرحله عصاره کشی یا میشینگ رو به درستی انجام بدیم نیاز به اسید داریم. من از اسید تارتاریک دارم استفاده میکنم، 6 گرم اسید تارتاریک دارم. اگر به اسید تارتاریک دسترسی نداشتید میتونید از اسید سیتریک هم استفاده کنید، هیچ موردی نداره. و در نهایت به مخمر احتیاج داریم برای انجام تخمیرمون. اگر به مخمر مخصوص غلات دسترسی دارید که استفاده کنید چه بهتر، هیچ مشکلی نداره. اما اگر به مخمر مناسبی دسترسی نداشتید بازم هیچ مشکلی نیستش. مخمر نان میتونید استفاده کنید، درست حسابی باشه، حداقل شرکتی باشه، بسته‌بندی شده باشه. مثل من الان مخمر نان دارم. در کنارش برای تقویت این مخمر میاد از دیامینوم فسفات یا دپ استفاده کنم. 3 گرم دپ به علاوه 6 گرم مخمر ترکیب برنده هستش. این ترکیب یعنی این دوتا رو به هر ملاتی بزنید تخمیر رو براتون میترکونه، هم سرعتش خوبه هم کیفیتش خیلی عالیه. این دپ مواد مغذی مخمر هم تأمین میکنه و سرعت تخمیرم میبره بالا و در نهایت تخمیرمون با بهترین کیفیت انجام میشه. در صورت این بود کل مواد اولیه‌ای که احتیاج داشتیم برای درست کردن عرق برنج. چیز دیگه احتیاج نداریم فعلا تو این مرحله. با من همراه باشید تا بریم سراغ مرحله اول ساخت عرق برنج. خب آقا تو مرحله اول 12 لیتر آب بذارید کاملا جوش بیاد. قراره برنج رو کامل بپزیم. برنج رو بریزید داخل 12 لیتر آب. 2 کیلو برنج داشتیم، یعنی به ازای هر 1 کیلو برنج 6 لیتر آب ریختیم. یه نیم ساعت 40 دقیقه بذارید قشنگ قول بخوره. این برنج میبینید پف میکنه، قشنگ میاد تا بالا. این الان رفت کف خوابید، بعد نیم ساعت قشنگ پف میکنه میاد بالا و خمیر مانند میشه. کار خاصی توی مرحله نداریم، فقط پخت برنج. همراه من باشید تا برنج بیاد بالا ببینیم بعدش چیکار کنیم. در حین همین نیم ساعت پخت برنج این برنج رو هم بزنید که طعم نگیره دیگه، چون درجه حرارت زیاده، یهویی خدای نکرده ته نگیره کارمون خراب نشه. میبینید قشنگ برنج پف کرده اومده بالا، تقریبا آماده است. 10 دقیقه دیگه قول بخوره قشنگ خمیر میشه. دقیقاً نیم ساعت قول خورد. ببینید کامل برنج پف کرد اومد بالا، له هم شده، یعنی خمیری شده. تو این مرحله دیگه کارمون با پخت و پز تموم میشه.
اجاق گاز رو خاموش کنید تا بریم مراحل بعدی. به منم اجازه بدید این اجاق گاز رو حذف کنم تا مراحل بعدی رو با هم انجام بدیم. خب سریع تا این برنجمون داغه با یه همزن برقی، گوشت‌گوی برقی، چیزی کامل یه حریره یه دست درست کنید، تمام برنج رو له کنید. خب همینطور که الان میبینید بعد از اینکه له کردم برنج رو یه حریره یه دست کامل به دست آوردیم که دیگه الان کامل نشاسته است دیگه. آماده است که بریم سراغش برای تبدیل کردن این نشاسته به قند قابل تخمیر. اما تو این مرحله درجه حرارت حریره ما خیلی بالا هستش و ما نمیتونیم کاری روش انجام بدیم. باید همینطوری بذاریم باشه فعلا تا این درجه حرارت بیاد برسه روی 70 درجه. من یه دونه دماسنجم میذارم داخل این حریرم که درجه رو کامل کنترل کنم. موقعی که رسید به 70 درجه برمیگردیم و بقیه مراحل رو با هم دیگه انجام میدیم. بله دوستان الان تقریبا بعد 1 ساعت برگشتیم. من تو 1 ساعت تقریبا 4-5 بارم اومدم هر 10 دقیقه رو یه بار یه همی به این حریره برنجمون زدم. درجه حرارت رو اگر نگاه کنید تقریبا الان روی 70-71-2 هستش که برای شروع کار ما درجه مناسبی هستش. این نکته رو اصلا فراموش نکنید که به هیچ عنوان وقتی درجه حرارت بالا هستش آنزیم ها رو اضافه نکنید، چون آنزیم ها از بین میرن و اصلا کار بهتون نمیدن و فقط ضرر مالی بهتون وارد میشه. حتما روی 70 تنظیمش کنید، حالا 1-2 درجه بالاتر پایینتر مشکلی نداره. الان میبینید روی 70 تقریبا میاد روی 72 فیکس میشه. عالیه دیگه. میریم سراغ مرحله رست کشیمون. تو مرحله اول 6 گرم اسید تارتاریک داریم اضافه میکنیم. بهترین درجه pH برای مرحله رست کشی یه عددی بین 5 الی 5.5 هستش که ما 12 لیتر آب داشتیم و من به ازای هر 1 لیتر آب 0.5 گرم دارم اسید تارتاریک اضافه میکنم. البته بهتره که همونجا تو محل شما pH سنجی رو انجام بدید و دقیق این pH رو بین 5 الی 5.5 تنظیم کنید. میبینید الان یه حریره کاملا سفت هستش، خیلی سفت شده الان، اما اصلا جای نگرانی نیستش. جلوتر میبینید که این آنزیما رو وقتی بهش میزنم اصلا کلا این نشاسته میترکه و این آنزیما داغون میکنه این نشاسته رو و خیلی حریرمون رقیق میشه. در صورت این مرحله اول که اسید رو اضافه کردیم. مرحله دوم میریم سراغ مالتی که داشتیم. مالت جوی پیلسنر 0.5 کیلو اضافه میکنیم و خوب اینم هم میزنیم تا خورد حریرمون بره و کامل پخش بشه توی حریرمون. این خود مالت جوی پیلسنر سرشار از انواع آنزیم ها هستش که خیلی کمک میکنه به ما که این نشاسته داخل برنج رو بشکنیم. اما خب ما کمکی هم آنزیم خودمون دستی اضافه میکنیم که کارمون اولا راحت تر بشه، دوما 100% به نتیجه برسیم. همین الان که مالت جو رو اضافه کردم حریره خودش رو یه خورده ول کرد. مشخصه که این آنزیم های داخل مالت شروع به فعالیت کردن و دارن اون نشاسته رو یه خورده قلقلکش میدن و میشکنن و تبدیل میکنن به قند. خوب که مالت رو هم زدیم و پخش شد توی حریرمون، میریم سراغ آنزیم آلفا آمیلاز. این آنزیم نشاسته رو میشکنه و به قند تبدیل میکنه برامون. 5 گرم آنزیم آلفا آمیلاز به ازای هر 1 کیلو دانه 1 الی 2 گرم آنزیم آلفا آمیلاز باید استفاده کنیم که من 2 گرم استفاده کردم. ببینید حریره رو ببینید داره خودش رو ول میکنه.
مشخصه که اینجا متوجه میشید که آنزیما دارن کار میکنن و فعالیتشون رو شروع کردن. این سفت تکون نمیخوره، اما ببینید یواش یواش داره شل میشه و مشخصه که نشاسته داره میشکنه. آنزیم آلفا آمیلاز هم خوب هم بزنید داخل حریره و بعد از اینکه خوب آنزیم آلفا آمیلاز هم حل شد داخل حریره، آنزیم آخر رو اضافه میکنیم، آنزیم گلوکامیلاز، که این گلوکامیلاز میاد دکسترینی که تولید شده توی این مرحله رست کشی رو تبدیل میکنه به قند قابل تخمیر. معمولا این آلفا آمیلاز کامل و دقیق نمیتونه تمام نشاسته رو به قند تبدیل کنه، قند قابل تخمیر. یه قسمتی از اون به دکسترین تبدیل میشه که قابل تخمیر نیستش و این آنزیم گلوکامیلاز میاد اون دکسترین رو کامل به قند قابل تخمیر تبدیل میکنه و ما میتونیم بیشترین بازده و حجم الکل رو در نهایت به دست بیاریم. این آنزیم هم خوب هم بزنید کامل بره به خورد حریرتون. این قشنگ ویل شد دیگه، اصلا این آب شد، این حریره صفر بود دیگه، این سنگ بود. الان ببینید کامل این آنزیما رو زدیم خودش نشاسته ویل کرد. خب در نهایت وقتی کامل این آنزیما حل شد داخل حریره، کارمون تو این مرحله تمومه. درب قابلمه‌ای که دارید رو ببندید و یه پتو خوشگل بکشید دور قابلمه‌تون که هرچی دیرتر این گرما هدر بره و ساعت‌های بیشتری این قابلمه گرم بمونه که این آنزیما بتونن خودشون فعالیتشون رو ادامه بدن و تمام نشاسته داخل حریره رو بتونن به قند تبدیل کنن. کاری دیگه به این قابلمه نداشته باشید، اجازه بدید 24 ساعت بمونه. بعد از 24 ساعت برمیگردیم و ادامه مراحل رو با هم دیگه انجام میدیم. همچنان ما همراه باشید. بله دوستان، بعد از 24 ساعت برگشتیم. بریم سراغ حریره برنجمون ببینیم در چه حالتی هستش. خب همینطور که میبینید کاملا له و لورده شده این حریره و اگه الان مزهش کنید یه مزه ترش و شیرین بهتون میده و این شربت برنج ما الان آماده است که بره تو مرحله تخمیر. اگه اجازه بدید من بریزمش داخل مخزن تخمیر و بقیه مراحل رو روش انجام بدیم. یکم از حریره جدا کنم برای آبسنجی، ببینیم وضعیت آبسنجی به چه صورتی هستش. خب همونطور که تو تصویر میبینید حدوداً 12 لیتر حریره برنج به دست آوردیم و من کمی از این حریره هم تصفیه کردم، این توفالا رو ازش جدا کردم برای آبسنجی. اگر نگاه کنید توی مزور هیدرومتر ما داره عدد 1060 رو به ما نشون میده که یک عدد آبسنجی بسیار مناسبی هستش برای این حریره بره. توی این مرحله اگر شما میخواید محصول نهاییتون حجمش بیشتر بشه و الکل بیشتری به دست بیارید، میتونید به ازای هر 1 لیتر حریره‌ای که دارید 100 گرم دکستروز ذرت که توی بازار ایران فراوون هستش اضافه کنید به این حریره که تقریبا میشه 1 کیلو 200 گرم، یعنی دکستروز بزنید به این حریره که قند و آبسنجی اولیه‌مون عددش بیاد بالاتر، در نتیجه الکل بیشتری به دست بیاریم. اما خب من این کارو نمی‌کنم، فقط میخوام از برنج این محصول رو به دست بیارم که شما ببینید از 2 کیلو برنج حدوداً چه میزان الکل میشه به دست آورد. در صورت تو این مرحله 3 گرم دپ یا دیامونیوم فسفات داریم که من به حریره اضافه میکنم، یعنی به ازای هر 4 لیتر حریره 1 گرم دپ یا دیامونیوم فسفات میزنم. خوبم به هم میزنم این دیامونیوم فسفات بره به خورد حریرمون. فقط یه نکته رو باید بهتون گوشزد کنم که زمانی که دیامونیوم فسفات رو میزنید به حریره، حالا حریره، ملات انگور، هر چی که دارید میزنید، حداقل 1 رو 20 دقیقه بعدش مخمر رو اضافه کنید به مخزنتون. منم همین کارو میکنم. این الان از دیامونیوم فسفاتم
در مخزن رو میذارم. میریم سراغ ریهیدراته کردن مخمر. 6 گرم مخمر نان دارم که اینو الان ریهیدراتش میکنم. حدوداً یه 20 دقیقه طول میشه، نیم ساعت طول میشه تا این ریهیدراته بشه. اگر نمیدونی ریهیدراته کردن مخمر به چه صورتی هستش، لینک ریهیدراته کردن مخمر رو کنار تصویر براتون قرار میدم، حتما نگاه کنید که من چیکار میکنم. تا زمانی که این مخمر آماده بشه، این دیامونیوم فسفات هم قشنگ حل شده تو حریره، برمیگردیم و مخمر رو در مرحله نهایی اضافه میکنیم. بله دوستان، بعد از حدوداً نیم ساعت برگشتیم. مخمر رو ریهیدراته کردم، ببینید قشنگ کف کرده اومده بالا و آماده است که استفاده کنیم. همیشه در کنار مخمر دپ یا دیامونیوم فسفات رو بزنید، معجزه میکنه. در صورت 6 گرم مخمر داریم، میریزم داخل حریره. یه همه خوشگلم بزنم، مخمر بره به خورد حریرمون. درب مخزن رو میبندم، قفل هوا رو میزنم. فقط 2 تا نکته که حتما باید رعایت بشه. یک این که دمای پیشنهادی این تخمیر بین 30 الی 35 درجه هستش. حتما این مخزن رو یک جای گرم بذارید برای تخمیر، به این علت که این آنزیم هایی که ما اضافه کردیم دقیقاً در زمان تخمیر توی اون دمای بین 30 تا 35 درجه هم کارایی دارن و اگر توی این مرحله نشاسته ای رو نتونسته باشن به قند قابل تخمیر تبدیل کرده باشن، در همون طی زمان تخمیر هم به کارشون ادامه میدن و کمک میکنن که ما بیشترین بازده رو در اتمام تخمیر به دست بیاریم. دو این که ما با تفاله این حریره رو ریختیم داخل مخزن و هر روز باید بیایم سراغ مخزن و همش بزنیم. بنابراین با من همراه باشید، هر روز میایم درب مخزن رو باز میکنیم و یه همه ریز به حریره میزنیم. روز اول تخمیر حریره برنجمون هستش. همینطور که میبینید قفل هوا کاملا با قدرت داره ازش گاز خارج میشه و نشانه این هستش که تخمیرمون دقیق داره انجام میشه. تقریبا 1 رو بعد از اینکه مخمر رو زدم تخمیرم شروع شد و همینطور که میبینید تخمیر با قدرت داره پیش میره. درجه حرارت هم نگاه کنید، دقیق روی 30 تنظیمش کردم تا آنزیم هایی که زدیم به حریرمون تا مرحله آخر کمک کنم به مخمرمون که تا ما بتونیم بیشترین بازده رو در نهایت از برنج به دست بیاریم. در صورت روز اول بریم سراغ هم زدن حریره. با من همراه باشید، یه همه ریز بزنیم ملات رو، یه اکسیژن رسانی بکنیم و ببینیم داخل مخزن چه خبر هست. روز سوم تخمیر برنجمون هستش. همچنان یه حبابای ریزی میزنه و از قفل هوامون گاز خارج میشه، ولی داخل مخزن رو ببینید این تفاله ما کامل نشسته کف. بریم سراغ یه آب سنجی ببینیم وضعیت این حریره برنجمون به چه صورتی هستش. این داخل مخزن میبینید مالت اومده رو جمع شده، چند تا دونه. یه هیدرومتر بندازیم ببینیم وضعیت به چه صورتی هستش. این کامل هیدرومتر نشست کف و داره عدد 1000 رو به ما نشون میده، یعنی من هر کاری میکنم میره کف میشینه و این نشانه اینه که تخمیر ما کامل تکمیل شده و این ملات ما روز سوم آماده تقطیر هستش. ولی من اجازه میدم یه روز دیگه این کار تخمیر ادامه پیدا کنه. روز 4 یعنی فردا میریم سراغ انجام تقطیر، ببینیم چه محصولی به دست میاریم. خب دوستان، بریم سراغ تقطیر ملات برنجمون. فقط روز سوم دیدید من آب سنجی کردم و ملات آماده تقطیر بود، ولی خب متاسفانه کار داشتم نرسیدم تقطیر رو همون موقع انجام بدم. الان 3 روز گذشته، یعنی روز 6م هستش و اگه نگاه کنید کامل دیگه این تفاله برنج ما ته‌نشین شده و این قسمت بالا کامل زلال و شفاف شده.
فقط اجازه بدید یه آبسنجی دقیق‌تر هم انجام بدیم توی مزور و همچنین اگه اجازه بدید من کمی از این شراب برنج که درست کردیم و جدا کنم بریزم توی بطری. ما که تا اینجا زحمتش کشیدیم، شرابش هم تست مزه کنیم در نهایت، ببینیم که اصلا ارزش داره که این به صورت شراب یا همون تخمیری هم نوش جام بشه یا نه، یا فقط به درد همون تقطیر میخوره. احتمالاً باید مزهش خوب در بیاد، ولی خب نمیدونیم دیگه. یه بطری 1 لیتری من ازش جدا میکنم، موقع تست مزه محصول نهاییمون این شرابش هم تست مزه میکنم، بهتون میگم که مزهش تو چه سبک و سیاقی هست که ارزش داره به صورت شراب هم نوش جام بشه یا نه. خب این از آب سنجیمون، ببینیم وضعیت به چه صورتی هستش. دقیقا همون وضعیتی که روز سوم داشت، کاملا هیدرومتر فرو میره و عدد 1000 رو نشون میده. نشان دهنده این هستش که تخمیرمون کامل شده بدون هیچ مشکلی. حالا من توی این بطری شراب برنجمونم 10 میل گلیسرین خوراکی هم میریزم که خور آپگریدش هم کرده باشم که ببینیم مزه نهاییمون چی در میاد. فقط یه موضوعی که فراموش کردم بهتون بگم اینه که این بطری شراب برنج ما اصطلاحاً الان وارد مرحله تخمیر ثانویه میشه دیگه و حداقل 1 ماه باید استراحت کنی که قابل نوشیدن بشه. فقط در زمان تخمیر ثانویه بهتره که این جریان هوای رو به بیرون برقرار باشه، یعنی یه قفل هوا بزنیم روی این بطریمون. اما خب من قفل هوای این سایزی ندارم، بخاطر این مجبورم که یه بادکنک استفاده کنم به عنوان قفل هوا. یه سوراخ ریزم با سوزن زدم بهش که این جریان رو به بیرون بطری برقرار باشه در زمان تخمیر ثانویه، چون یه سری فعل و انفعالات پیش میاد در زمان تخمیر ثانویه، یه سری گازها ازش خارج میشه و حتما باید این جریان هوا برقرار باشه تا اگر گازی تولید شد بتونه خارج بشه از بطریمون و توی محصول نهاییمون نمونه. این هم قفل هوای مدل 2024 ما دیگه، کاری نداریم، بریم سراغ تقطیر. خب بریم سراغ تقطیر. فقط یه توضیح درباره روش تقطیری که میخوام انجام بدم بهتون بگم که اگر دنبال این هستید که ودکا بگیرید از این محصول و طعم و بوی برنج رو خیلی نمیخواید به محصول نهاییتون منتقل بشه، میتونید از المان‌هایی مثل برج تقطیر، ویگرو یا ریجنت باتل توی مسیر تقطیرتون استفاده کنید و هیچ مشکلی نداره. اما من میخوام این طعم و بوی برنج رو به محصول نهاییم انتقال بدم، بنابراین فقط از سیستم پات استیل میخوام استفاده کنم برای تقطیر، یعنی فقط دیگ و کندانسور. مثل همیشه هم تقطیر 2 آتیشه انجام میشه. تقطیر اولم رو با کندانسور مس انجام میدم و تقطیر دومم رو با کندانسور پیرکس. یه آبکش استیل هم گذاشتم روی دیگ. البته خب برنج الان به صورت خمیر هستش و نمیشه از مایع شراب خام کامل جداش کرد، ولی تا اونجایی که میشه جداش میکنم. حداقل این دانه های مالت رو میتونم ازش جدا کنم تا وارد دیگم نشه، خدایی نکرده این دانه های مالت نره توی سوراخ کندانسور و مشکل ساز بشه. تقطیر اول رو از مس دارم استفاده میکنم تا اونجایی که ممکنه ترکیبات گوگردی که در زمان تخمیر درست شده بتونم ازش جدا کنم و محصول نهاییم کاملا طعم و بوی خوب بده. درباره مس و روش استفاده مس توی تقطیر توی ویدیو کلیپ کامل توضیح دادم، لینکش رو کنار تصویر براتون قرار میدم، حتما تماشا بفرمایید. بله دوستان، همونطور که میبینید تقطیر ما شروع شده و من حدوداً 5 لیتر شراب خام ریختم توی دیگم و به ازای این 5 لیتر 50 سی سی شروع کار و اول خروجی کارم رو به عنوان فرشاد جدا میکنم و میریزم دور. کلن آشغاله، نگرش ندارید و در جا بریزیدش بره، اصلا به هیچ دردی نمیخوره. تقطیر همچنان ادامه داره.
50 میل فرشات رو جدا کردم و ادامه تقطیر رو تا زمانی که الکل سنج عدد 20% رو بهمون نشون بده ادامه میدیم. الان داره 50% رو نشون میده، همچنان جا داره که این مزوره ما پر بشه تا برسه به 20%. به لحظات آخر تقطیر اولمون میرسیم. اگر نگاه کنید الکل سنج تقریبا داره 20% رو نشون میده و اینجاست که ما دیگه تقطیر رو متوقف کنیم. بریم سراغ بخش دوم ملات برنجمون که بریزیم تو دیگ و این هم تقطیر کنیم ببینیم محصولمون چی میشه. بله دوستان، همونطور که توی تصویر میبینید راند اول تقطیر برنجمون تموم شد و حدوداً 100 سی سی فرشات 60% جدا کردم که آشغال میریزیم دور و همچنین حدوداً 2 لیتر و 100 سی سی هم محصول نهایی این مرحله‌مون شد که با درصد حدود 32 هستش. کمی هم کدر شده این محصول که اصلا مهم نیستش، چون من بعد از جدا کردن فرشات زیر دیگ رو کمی زیاد میکنم که سریع این الکل خام رو بکشم بیرون و باعث میشه که کمی کدر بشه، ولی اصلا تو این مرحله واقعا اهمیت نداره. در صورت میریم سراغ آتیش دوممون. من آب میریزم روی این محصولی که به دست آوردیم، میارمش زیر 20%، میریزم داخل دیگ و تقطیر رو انجام میدم، فقط با این تفاوت که مدار تقطیر رو کمی عوض میکنم، کندانسور پیرکس میذارم به جای کندانسور مسی و تقطیر رو تا 30% انجام میدم و بعد از 30% دیگه میشه دوم تقطیرمون و به دردمون دیگه نمیخوره. بله دوستان، آتیش دوم یا تقطیر دوم عرق برنج هم شروع کردیم. این فرشاتمون هستش که داره میاد بیرون. تقریبا دوباره 5 لیتر الکل و آب داخل دیگ هستش. به ازای این 5 لیتر من 50 سی سی دوباره سر تقطیرم رو به عنوان فرشات جدا میکنم، آشغال میریزیم دور و الباقی خروجی رو جمع میکنیم تا 30%. آقا تقطیر برنجمون تموم شد. اینم محصول نهاییمون، 200 سی سی 65% فرشات آشغال میندازیم دور، هیچ کاری باهاش نداریم. 1 لیتر و 300 سی سی تقریبا قلب کار هستش که 50% هستش، قابل نوشیدن و اصل جنسی که دنبالش بودیم. 1 لیترم شراب ازش درست کردیم که آخر کار مزه کنیم ببینیم اصلا چی هستش، آیا ارزش شراب درست کردن داره برنج یا نه. در صورت تو این مرحله همینطوری روباز بذارید 24 ساعت این محصول استراحت کنه. بعد از 24 ساعت برمیگردیم و مراحل بعدی ساخت عرق برنج رو با هم دیگه انجام میدیم. بعد از 24 ساعت برگشتیم و الان زمان رقیق کردن محصولی که به دست آوردیم هستش. من حدوداً 1 لیتر و 300 سی سی عرق برنج با 50% الکل دارم، میخوام بکنمش 40%. باید 300 میل آب بریزم روی این محصولم که بیاد روی 40%. از آب معدنی، آب چشمه، آب قنات یا هر آبی که کلر نخورده میتونید برای این رقیق سازی استفاده کنید. این 300 میل آب میریزم روی عرق برنجم که بیاد روی 40% و حداقل برای من قابل نوشیدن بشه. این الان شد حدود 1 لیتر و 600 سی سی عرق برنج که ما به دست آوردیم و به علاوه اینکه 15 میلی لیتر گلیسرین خوراکی هم میریزم داخلش برای طعم بهتر
و افزایش گیرایی که دیگه بمب خالص بشه این محصولمون. و بعد این در بانکر میبندم. میبینید واشر داره که هوا هم نکشه کامل. 1 ماه اجازه میدیم این محصول استراحت کنه که هم این محصولمون آماده بشه جا بیفته و همین که اون 1 لیتر شراب برنجمون تخمیر ثانویه‌اش تموم بشه که بتونیم طعم و مزه کنیم، ببینیم اصلا محصولات نهاییمون چی در اومده. برای دیگه کاری نداریم تو این مرحله، میریم و 1 ماه دیگه برمیگردیم و محصول نهایی رو با هم دیگه تست مزه میکنیم. بله دوستان، بالاخره روز موعود فرا رسید و بعد از 1 ماه برگشتیم و میخوایم محصولاتی که از برنج به دست آوردیم رو تست مزه کنیم، ببینیم مثلا چی ساختیم. همونطور که روی میز ببینید این کل محصول نهایی هستش که ما از 2 کیلو برنج و همچنین نیم کیلو مالت به دست آوردیم، به علاوه 1 لیتر شراب برنج که اینجا روی میز میبینید که بریم سراغش تست مزه کنیم ببینیم اصلا چی شده. خب اگه اجازه بدید یه 30 میل بریزم داخل لیوان. شانس که آوردم پیمانه ریز دارم. اگه کف شراب رو نگاه کنید تقریبا یه 5 سانتی لرد بسته، به خاطر اینکه ما قبل از اینکه زلال سازی انجام بدیم من بطری کردم اینو برای تست کردن، ولی خب این کمک میکنه بهمون که این لرد قاطی محصولمون نشه. خب یه مقدار شراب ببینیم چه بویی داره. اول این شراب برنجمون اصلا ارزش ساختن داره یا نه. شراب که حدودا الان این 8% الکل داره، ولی خب بوی الکل رو احساس میکنم داخلش کامل. بوی برنج هم احساس میشه کامل ولی خیلی ضعیفه. خیلی اونطوری بو شدید نیست واقعیت، خیلی بوی لطیف و نرمی هستش. باید دقت کرد که بوی برنج به مشاممون برسه. اگه اجازه بدید یه خورده مزه هم کنم، مزهش چی هستش. سلامتی همتون. واقعیت طعمش هم خیلی نرم و لطیفه، یعنی اصلا شوک الکلی اینا که اصلا هیچ، صفر. قشنگ خیلی راحت میره پایین، حتی چنگ الکلی هم نمیندازه وقتی میره پایین روی گلوم رو. اون ته مزه شیرین هم داره. خب ما گلیسرین بهش زدیم. یک کم مزه برنج رو احساس میکنیم ولی خیلی ضعیف هستش این مزه برنج، اما یه مزه خیلی متفاوتی داره با شرابایی که قبلا درست کردم، ولی خب خوشمزه است خدایی. اوکیه، خیلی نرم و لطیف با ته مزه برنج و بوی الکل و مزه الکل هم اصلا نمیده، با اینکه 8% هم الکل داره. شراب به نظر من اوکیه، میشه درستش کرد و هیچ مشکلی نداره. بریم سراغ عرق برنجمون ببینیم این چی در اومده. اصل کارمون یه بو کنم. این کامل بوی برنج میده، یعنی اصلا نیاز به فکر کردن هم نداره. همون میذاری روی دماغت بوی برنج میخوره توی صورتت. بوی الکل اصلا احساس نمیکنم، فقط و فقط بوی برنج. یعنی از جلوی هر کی بذاری اصلا بهش نگین چی هستش، اولین بو میفهمه این برنج هستش. سلامتی همتون. شوک الکلی نداره، پانچ بزنه شوک بخورم، اما وقتی میره پایین از گلون قشنگ چنگ میندازه. کاملا هم مزه برنج احساس میشه، یعنی برعکس شرابش که من خیلی لطیف بود مزه برنجش، این اصلا بوش که خیلی زیاده برنجش، مزه میکنی کامل متوجه میشی مزه برنج میده و به نظر من خوشمزه هستش و
من تا به حال تستش نکردم عرق برنج رو، ولی شنیدم که بمبی هستش، یعنی 2 تا پیکشو بزنی رفتی فضا. امیدوارم که همینطوری باشه، حتما تستش میکنیم بعدم ببینیم چه شکلیه. در صورت این بود کل روال ساخت عرق و شراب برنج. امیدوارم که این ویدیو کلیپ هم به درتون خورده باشه و بتونید توی خونه از برنج این محصولات رو به دست بیارید، نوش جان کنید و حالش رو ببرید. دعوتون گرم که همراه هم بودید. تا ویدیو کلیپ های بعدی، فعلا روزگار خوش. چه بوی برنجی را افتاده، گشنم شد بابا، لام هستم من، تازه صبحونه خوردم چرا من گشنه شدم. بوی برنج حساسم من، لام برنج خور عجیبیم من. جای قابلمه رو بندازم سوراخ نکنه، میز پلاستیکیه. چقدر سنگینه ماشاءالله. حریره برنجی درست کردم، یعنی بدی بچه بخوره حال کنه. بریم شستشو کثیفکاریامون رو تمیز کنیم. مثلا عجب بوی برنجی میده، مگه میشه؟ خیلی بو برنجش خفنه.